در ولایت سوخت دمام 6 ماهه اولی سال جاری کشت پیاز بیش از 1000 گکتار کم شده است، اما صادرات این نمودی محصولات در این دوره 2 برابر زیاد گردید. در این باره سردار سرایاستی کشاورزی ولایت سوخت معروف شریفیان هنگامی نشست مطبوعاتی به روزنامه‌نگاران اطلاع داده بود. بنا به معلومات وی امسال از ولایت سوخت به فدراسیون روسیه 66447 تن سبزیجات صادرات شده است که از این مقدار 61730 تن اش را پیاز تشکیل می‌دهد. این مقدار سبزیجات از جمله پیاز تا نیمه ماه ایون صادرات کرده شد. حالا باشد با برابری گران شدن ارزش پیاز نزدیک 2 ماه می شود که صادرات این نمودی محصولات منع کرده شده است. علاقه ما نزدیک 200 گکتار کشتی میان سال بوده. بعد از کشتی بر وقتی پیاز که آغاز میشه میان سالش آغاز کردیم. اساساً از سنه 10 آگوست سر میشه و با برای برطرف کردن بالاروی نرخ پیاز کوشش کردیم که همیشه زیاد از 200 گکتار زیادی که زمین‌هایی که در میدان‌های کشاورزی واقع است کندن را آغاز کنیم که نرخ‌ها با جابجا میشه. برای همین ما علاقه کار از طرف متخصصان رئیس کشاورزی شهر ما کار به رفته است. همه روزه علاقه نسبت‌های سالی روزهای 3-4 روزی پیشین نرخ پیاز علاقه 1 سوم 2 سوم با پایان فرمودگی. حالا در میدان‌های کشتی ولایت بیش از 2500 گکتار پیاز موجود بوده. خونوچینی حاصل از سنه 10 آگوست آغاز شده است. تاکید گردید که بعدی به فروش برآوردن حاصل نو پیازی جمع آورده احتمال نرخ آن پایان رود. بالاروی ارزش محصولات نیازی اولیه مردم بخصوص سبزیجات طی چند سال آخر است که به مشاهده می‌رسد. اگر سال گذشته ارزش سبزی در بازارهای سوخت به طور رکوردی گران شده باشد، امسال این بالاروی در نرخ پیاز به نظر می‌رسد. این موضوع در نشست مطبوعاتی ریاستی منطقه رشد اقتصاد و سودا نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. سردار ریاست حکیم زاده حکیم کریم اطلاع داده بود که صادرات پیاز در این دوره طریق جمهوری قزاقستان به فدراسیون روسیه به راه مانده شد که اساساً پیازی بروقتی بود. وابسته به این از طرف خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و در ولایت ریاستی خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان در ولایت هر هفته یعنی مانیتورینگ نرخ و تحلیل‌های آن گذرانده میشه. یعنی تا امروز بنا به معلوماتی که آنها به ما پیشنهاد میکنند یعنی سبب‌های ابجکتیو و سوبژکتیوی دارن. چیزی که شما خواهد کردید وابسته به بالاروی نرخ پیاز امروز از طرف کشاورزان یعنی معلومات پیشنهاد کرده شد که یعنی این بنا به بالاروی یعنی در ماه‌های مارت پس نمودن بوداوی پس کردن بوداو و یعنی دیر کشتن یعنی پیاز اونها یعنی معلومات پیشنهاد کرده شدند که روزهای نزدیک این برقرار می‌گردد. اطلاع داده شد که سال جاری در میدان‌های کشتی ولایت در عموم 3865 گکتار پیاز کشت کرده شده است. از این مقدار تا سنه 1 ایول 949 گکتار حاصل پیاز خونوچین کرده شد. حالا 8 روز می‌شود که در شهر و نواحی ولایت جمع‌آوری حاصل باقی مانده پیاز آغاز شده است. انتظار می‌رود که از کشت باقی مانده 2916 گکتار پیاز نزدیک 120000 تن حاصل جمع‌آوری کرده شود. و دیگه باقی مانده اون مال محصولاتی که بیشتر بالاروی اون یعنی امروز نرخ اون دیده می شود این ارد، شکر، روغن می باشد که بیواسطه از محصولات های وارداتی می باشد. چون که همگان معلوم است مثلا یک ماه قبل نرخ یک رنگ یک خلطه بود تا 1365 سومانی برابر گردید. چون که در بازارهای یعنی جهان بالا گردنی نرخ گندم تا 420 دلار برآمده بود. امروز نرخ اون تا 330-340 دلار فرآمد. در بازار علاقه تا از 320 دلار تا 320 سوم تا 330 سوم یک خلطه یعنی برابر گردیده است. مسئولین سبب اساسی بالاروی ارزش سبزیجات و دیگر محصولات نیازی اولیه مردم را اول به گران شدن نرخ سوزشواری و نوری‌های مینرالی وابسته می‌کنند. حالا طی 2 هفته آخر ارزش پیاز در بازارهای ولایت تا جای پایان فرآمده است. این حالت به منع صادرات این نمودی محصولات به دولت‌های خارجه وابستگی دارد، زیرا نزدیک 2 ماه می‌شود که صادرات پیاز از ولایت سوخت پورا منع کرده شده است. گزارشی فرزانه شمسی‌ای و نعیم جان ایوبوف و سید مختاری سید انور برای برنامه تلویزیونی خبر.